جناب عیسی رو میبینی یه جور داره اهل برهان و استدلال. پیامبر اکرم رو میبینی همین. این میرسونه که پیروان ادیان توحیدی هم باید اهل برهان باشند و هم اهل عرفان بوده باشند. یک چیزی به ذهنم رسید که انشاءالله یک نکته اخلاقی قبل از شروع درس تقدیم محضر شما بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب به لطف خدا بحث رسید به اقسام حدیث. گفتیم که شیء واحد رو از جهات مختلف میشه پیرامونش ما بحث بکنیم. مقسم حدیثه، بله، اما این حدیث برای خودش اقسامی داره. دیروز اگر یادتون باشه ما دو تقسیم رو برای حدیث بیان کردیم. اولی خط تقسیم که کردیم حدیث رو از جهت بله مسند و غیر مسند بودن تقسیم کردیم. دوم از نظر کمیت روات بحث کردیم. تقسیم کردیم به خبر متواتر، واحد و مستفیض. البته هر کدوم باز گفتیم بعضا زیر مجموعه خودش اقسامی داشت. سومی تقسیم رو هم انشاءالله امروز با حول قوه الهی شروع میکنیم. التقسیم الثالث. تقسیم سوم یادداشت بفرمایید. تقسیم حدیث به اعتبار و عدم اعتبار سند می باشد. اگر یادتون باشه دیروز بعضی از دوستان میگفتن هر روایت مسند باشه یا مرسل، گفتیم ما هر مسندی را بهش اعتبار قائل نیستیم. گاهی یک روایت سلسله سندش بله نه سلسله سندش موجوده، اما هر مسندی ارزشمند نیست. دقت کردید؟ خب ما میایم این روایت رو از جهت سند میخوایم بررسی کنیم. یک، حدیث صحیح. درست شد؟ روایت صحیحه خیلی زیاد بودیم. صحیح محمد ابن مسلم. خب تعریف روایت صحیحه چه روایتیه؟ روایت و حدیث صحیح خبری است که سلسله سند آن توسط راویانی باشد که این دو ویژگی رو داشته باشند. الف، تمام روات آن امامی. ب، عادل باشد. این روایت صحیح است. پس روایت صحیحه روایتی است که تمام روات سلسله سند آن امامی عادل بوده باشد، که این جزء بهترین روایت هاست. یعنی شما دیگه تو سند او هیچ شک و شبهه‌ای بفرمایید ندارید. این روایت رو میگیم روایت صحیحه. دو، روایت موثقه. روایتی است که تمام روات یا بخشی از روات سلسله سند
غیر امامی موثق و عادل باشد. یعنی از اون دو شرط یک شرط رو نداشت، امامی نیست ولی آدم موثق و عادله، یعنی در نقل روایت از مسیر عدالت و حق خارج نمیشه. آنچه را که شنید به او رسید نقل میکند، کم و زیاد نمیکنه. آدم مورد وثوق و اطمینانی میباشد. بله، شاید از نظر عقیده با ما متفاوت باشد، اما انسان صادقیه، دروغ در کارش نیست، در کار یعنی در نقل حدیث واقعا آدم منضبطی هست. منضبط که وقتی میگیم نگه دست داشته باشه، یعنی دقیقه، ضبط میکنه اون چرا که شنید بعد میاد به ما منتقل میکنه. درست شد؟ به این روایت میگیم روایت موثقه. مثل گاهی خود شما میشنه میگید موثقه عمار ساباتی، ولی سکونی دیگران. خب علت اینی که برخی از روات حدیث در سند غیر امامی هستند، منتها غیر امامی عادل، غیر امامی موثق. این خودش در جای خودش نکته داره. آیا ما به روایت موثقه عمل میکنیم؟ بله عمل میکنیم. بله، چون ما به حدیث ارزش قائلیم که بدونیم صدر عن المعصوم. خب اگر ما از غیر امامی هم این اطمینان حاصل بشه که این روایت از معصوم صادر شده است، ما به این روایت ارزش قائل هستیم. روایت موثقه. سوم، روایت حسنه. از اولش صحیحه، دوم موثقه، سوم حسنه. روایت حسنه اون خبری است که سند آن متصل به معصوم است و تمامی راویان آن امامی مذهب هستند، ولی نسبت به برخی از راویان آن نه عدالت آن محرز شده است و نه عدم عدالت آنها، ولی در حق آنها الفاظی در رجال به کار رفته است که شخص فقیه حسن ظن به آنها پیدا می کند. مثلا حافظون، مشکورون، زاهدون و غیره. خب فرق روایت حسنه با روایت سیئه چیه؟ یه وجه اشتراک دارن، همه رواتشون امامی هستن. وجه تفاوتش اینه که در صحیحه تک تک اون روات عادل بودن، اما در روایت حسنه برخی روات هستن که نه عدالتشون محرز است که بشه صحیحه، نه عدم عدالتشون هست که بشه روایت ضعیفه. دقت کردید؟ اما بهش میگن روایت حسنه. چرا؟
چون الفاظی در کتب رجال درباره این افراد به کار رفته که انسان وقتی این الفاظ رو میبینه حسن ظن به اینها پیدا میکنه. البته استاد نباشه بفرمایید. این مورد که فرمودید جایی که ما شک داریم یعنی عدالتشون و عدم عدالتشون احراز نشده، اینجا بگیم مثلا عدالت احراز نشده چون که مثلا امر وجود لابد له احراز. خب استاد عدم عدالت معناش که فسق دیگه. عدم عدالت لازمش فسق نیست. چیه بس؟ مشهور الحاله. پس میگه مشهور حال دیگه. مشهور حال یعنی نه عدالت محرزه نه عدم عدالت. ولی عدالت نیاز به دلیل داره دیگه استاد. از میکنم چون عدالت برای ما محرز نشده و از آن طرف هم روایاتی داریم که باید آدم حسن ظن به افراد داشته باشه. فعل مؤمن رو حمله بر صحت باید بکنه. دقت کردید؟ بی جهت هم که نباید. به همین خاطر میگه اینها عدالت و عدم عدالتشون برای ما محرز نیست. به این روایات میگیم روایات حسنه. 4 حدیث قوی. صحیحه، موثقه، حسنه. حقیقت بود فلان حدیث قویه. دقت کردین؟ حدیث قوی چند تعریف برایش شده است. یک، حدیث قوی مترادف حدیث صحیحه هست. یعنی چی؟ امامی عادله. خب وقتی این روایت صحیح هست این روایت قوی هست. دقت فرمودید؟ یه عده ایجو معنا کرد. 2 حدیث قوی هست مترادف با حدیث موثقه. در مقابل ضعیف. دقت کردید؟ فلان حدیث قوی هست یعنی ضعیف نیست. قوی هست یعنی چی؟ یعنی همون روایت موثق. دقت کردید؟ علیه حال این تعبیر رو یادداشت کنید. این تعبیر در تقسیم حدیث کمتر به کار می رود. لذا چندان برای ما مهم نیست اطرافش بحث کنیم. مهم همون که گفتیم صحیحه، موثقه و حسنه. آخرین تقسیم حدیث ضعیف است. حدیث ضعیف اون حدیث است که شرطی از شرایط صحیح، حسن یا موثق در او جمع نباشه. چی عرض کردیم؟ شرطی از شرایط صحیح و موثق و حسن در اون نباشد. حسن معتبر بودن دیگه. مثلا امامی غیر عادل، امامی فاسق، خبرش چیه؟ ضعیف میشه دیگه. میگیم فعلا امامی است. خب میگیم امامی که عادل هست یا نه؟ میگیم نه، صرف امامی بودن کافی نیست. پس امامی غیر عادل یعنی صحیحه نیست. پس چیه؟ ضعیفی بوده باشه. اینجا مثلا امامی
باشد فاسق باشد خب عنوان عدالت در نقل روایت جز نقشی نداره که عنوان مشیر هست که در حقیقت شیخنا ما در تعریف روایت صحیحه چه گفتیم؟ نه استاد همین آخرش که فاسق باشد یعنی ضعیفه گفتم در خبر متحرز عن الکذب باشد که مهم اینه حد معلومه که تصریح میکنن آقایون که ایشون فاسقه تو رجال فاسق واسه دروغ نگه دیگه عرض میکنم فاسقی که ما میگیم یعنی فاسق در گفتار نقل حدیث یعنی غیر عادل امامی غیر عادل بوده باشد اصلا روایتش با ما دیگه ارزشی نداره این روایت ضعیف باشد خب یه تذکر یادداشت بفرمایید ضعیفی که تعریف کردیم عند المتأخرین بوده است اما ضعیف عند القدما تعریف دیگری شده است یک ما الان تعریف کردیم روایت ضعیف چی گفتیم؟ برخی از شرایط سه تا خبر معتبر رو نداشته باشد دقت کردیم؟ اما قدما برای خبر ضعیف اصطلاحات دیگری می‌کارند یک مجهول یعنی یک یا چند راویه سند روایت مجهول و ناشناخته باشد عنایت فرمودید یه شخصی در سلسله سند به کار رفته اصلا نمیدونیم ایشون کیه مجهول الهویه هست مجهول الحاله درست شد؟ دو روایت ضعیف یعنی روایت مخمل سه روایت ضعیف روایت موضوع است یعنی جائل است جعل یعنی راویش کسی است که به دروغ مطلبی رو جعل کرده و به دیگران نسبت میده چهار مشترک روایت ضعیف یعنی چی؟ یعنی روایت مشترک یعنی یک یا چند راوی یک سند مشترک بین ثقه و غیر ثقه باشد و قرینه بر تشخیص هیچ کدام منظور نداشته باشیم بله چجوری باید قرینه؟ چون برخی از راوی‌ها استادشون مشخصه کیه شاگردشون کیه؟ مشخصه اما این آقا نه استادش مشخصه نه شاگرد یا گاهی اوقات یه پسوندهایی دارن حسین ابن روح اهوازی مثلا داره کلمه اهواز بفرمایید اومده خب این قرینه است اما یه وقتی که حسین ابن روح داره هیچ قرینه‌ای قبل و بعدش وجود نداره به این آقا مشترک بین عادل و فاسقه بین موثق و غیر موثق است هیچ قرینی هم نداریم که تبیین وضعیت کرده باشه قدما به چنین روایتی میگفتن روایت ضعیف دقت کردید ولی معال و نتیجه حرف قدما برمیگردد
به همین حرفی که خدمت متأخرین تعریف کردن. دقت کردید؟ منتها همین که میگیم عباراتنا شتاف حسن که واحد، پس روایت ضعیف اون روایتی است که یکی یا چند راوی آن شرایط روایت صحیحه موثقه و حسنه رو نداشته باشد. ما به این روایت میگیم روایت بفهمید ضعیفه. خب پنجمین قسم از روایات حدیث شاذ. حدیث شاذ گاهی اوقات میگیم حدیث شاذ یا حدیث نادر و در اصطلاح هم گهگاهی میگن النادر کالمعدوم، النادر کالمعدوم. این شذوذ و ندرتش به حدی است که اصلا عقلا بهش توجه نمیکنه. تعریفش چیه؟ حدیث شاذ در اصطلاح رجال به حدیثی گفته می شود راوی آن متهم به غلت و کمی حافظه در سرتاسر عمرش باشه. بله؟ بسیاری آدمایی هستن که الان پیش تو حرف زنم 10 دقیقه دیگه سوی میگیره نمیشون من گفتم. بله؟ باز 10 دقیقه دیگه حرف میزنه، 1 ساعت دیگه ازش سوال بکنید میگه نمیدونم من گفتم یا نگفتم، کسی انکار میکنه میگه نه این حرف من نزدم. حافظه‌شون خیلی ضعیفه. دعا کنید که خدا این حافظه و استعداد رو از انسان نگیره. دقت فرمودید؟ یکی از اساتید ما خودش میفرماد و رفتم زنگ خانه دوست چندین ساله رو زدم، پسر رفیقم گوشی از خونه بعد بله کیه؟ گفت من میخواستم اسم خودم رو معرفی کنم، نام خودم فراموش کردم، نام خودم یادم نمیدونم. این یعنی قفل شدن حافظه. بله قفل شدن حافظه. بزرگواری دیگر نقل میکردن رفت بالای منبر بسم الله رو گفت ولی مطالب یادش رفت. یه مستمع رو یه صلوات بفرستید تو آقا یادش بیاد. دیده آقا همینجور داره نگاه میکنه. صلوات دوم و دیده یادش نمیاد. این علاقه حافظه نداره. خب صلوات سوم فرستادی آقا این هنوز یادش نمیاد. یه آدم خوشقریحه‌ای بود که آقا حرف زدن رو فراموش کردی، پایین آوردن از منبر فراموش نکرد. استعداد حافظه گاهی‌اوقات متوقف میشه، تعطیل میشه. خب یه راوی ما پیدا کردیم تو تاریخ امتی که آدم چیه؟ کم حافظه بوده، ضعیف الحافظه بود، دقت حفظ نداشته. حالا در سلسله سند باشه میگیم این روایتی چیه؟ شاذه. دقت کردی؟ ششم حدیث مختلط. اختلط یختلط مختلط. حدیثی است که یک یا چند راوی آن متهم به کم حافظه بودن
در پیری یا اوقات خاص باشد. با اولی فرقش اون آقا در تمام عمر کم حافظه بود، اما میشون آدم با اوقات میبینه یه سری افراد ماشاءالله مثل بلبل حرف میزنن، اما بعضی موقع میگیم اصلا چیزی یادم نمیاد. دقت کردیم؟ با اوقات میگیم که دیوانه ادواری، بله، بعضی جاها خیلی شنگوله، بعضی جاها اون دیوانگیش گولیه. این آقا به همین جوره متهمه که آقا ایشون در خدمتتون است که بخشی از عمرش کم حافظه بود، جوانی حافظه خوبی داشت اما به پیریسته حافظه رو حالا نمیده. این روایت رو اون موقعی که حافظه داشت نقل میکرد یا زمانی که حافظش ضعیف شده. دقت کنید، ازار مخلوطه، نمیدانیم در کدام مقطعی نقل روایت کرده، اون زمانی که حافظش سر جا بود یا حافظش رو از دست داده بود. هفتم، روایت منکر. روایتی است که یکی از راویان آن در سند متهم به کثرت خطا در نقل باشد. بعضی افراد رو میبینید زیاد دقیق در مطلب نیستن، دیمی کار میکنن. خیلی از مسائل که باید در مکتوباتشون در نقلشون داشته باشن این دقت‌های لازم رو نداره. کثیر الاشتباه هست. خب الان تو این روایت اومده راوی شد، نمیدونم واقعا راوی بعدی روشون دیده یا همینجور داره ببینید. تقریبا میشه چی میشه؟ تو کتاب فارسی ما یه داستانی دارم به نام داستان چوپان دروغگو. یه چوپان بود زیاد دروغ میگو، یه بار رفته راست بگه دیگه مردم قبول نکرده، میگه شاید هم الان داره دروغ میگه. حالا کسی که کثیر الخطا هست، کثیر الاشتباه هست، قلیل الضبطه، نمیدانیم این روایتی که الان نفهم جز همون کثیر الخطا بودنشه یا نه. یه زمانی است که نماز خونده الان باید من اشتباه نکنم. خب ما این روایت رو خطبه قبول نخواهیم داشت. 8. روایت متروک. آقای فیاض، متروک یعنی چه؟ یعنی روایتش ترک میشه، کنار گذاشته میشه. متروک روایتی است که یکی از راویان آن متهم به دروغگویی یا بدعت باشد. بله؟ آدمی که دروغگوه یا بدعت گزاره، نکنم که این نقل روایت هم داره دروغ میگه یا بدعت میگذاره. یعنی کسی رو آورده که اصلا چنین شخصی که میگه من از اون نقل روایت کردم اصلا خدا او رو خلق نکرده باشه. و نمیشه به این آدم بدعت گذار یا دروغگو بله حدیث نکنیم. 9. حدیث مطروح. مطروح خبری است که مضمون آن مخالف با دلیل قطعی باشد و هیچ گونه
تعبیر و توجیهی نداشته باشه. البته به نظر من این تقسیم رو آوردن این قسم رو به نظر صحیح نباشه. ما داریم به لحاظ سند داریم بحث میکنیم. الان این تعریفی که آوردن به جهت چیه؟ محتواست. لذا این رو یک گوشه دفترتون یادداشت بکنید که این رو انشاءالله تقسیم روایت به حسب متن میاری اونجا آورده بشه بهتره. دقت کردید؟ یعنی بگیم که ما این جهت رو هم توجه داشتیم که انشاءالله اونجا بیاریم. به خاطر همین آقای مستشفی که در محتوا اگر خلاف قرآن نباشد و سند هم خدشه میکنه. نه این حرف چیه؟ چرا استاد؟ و چه ربطی به سند داره؟ سندش آدمای خوبی هستن. امام از باب ختم تولیه از باب تقیه این حرف زده باشه. این ضربه به راویان حدیث نمیزند. حل شد؟ خب نشد؟ به این متن حدیث رو کی صادر کرده؟ امام معصوم. یقین داریم امام صادق این حرف رو زد. وقتی محتوا این خلاف قرآن باشه در خلاف سنت نبوی باشه، خب این راوی مشکل داره یا روایت مشکل داره؟ روایتی که راوی نداره. نه گوش بده آقا جان، علمی صحبت بکن. تمام راویانشون از رجالی امامی عادل هستند تا امام صادق. منتها این روایتی که از امام صادق نقل شده متنش با قرآن سازگار نیست. چه گناهی راوی کرده؟ دقت کردیم؟ چون طبق تعریفی که ما با روایت صحیح کردیم چی بوده؟ تمام راویانش امامی عادل باشن و هست. منتها این حدیثی که از امام صادق بیان شده است محتوایش ما میگیم بعضی مواقع روایت از باب تقیه بوده. چه میفهمین شما؟ ای بابا گوش نمیدی، میگم عالمانه حرف بزن جواب منو بده. روایتی که از روی تقیه است صدر عن المعصوم یا نه؟ خیلی خوب. مشکل از نظر سند یا متنه؟ گوش بده جواب منو بده، فرار نکن. این روایت از نظر سند مشکل دارد یا ندارد؟ خیلی خوب. الان میگیم تقیه هست. چرا میگیم تقیه؟ چون این محتوا با متن قرآن سازگار نیست. یا امام از باب تولیه مطلبی رو گفته است. آقا جان من میگم روایت صحیحه شما معنا بکن. خیلی از روایت داریم. خب مثلا یک گفت مثلا با قرآن سازگار نیست، خب تقیه هم نیست اونجا. از میکنم الان شما روایتی که سلسله سندش درسته اما متنش درست نیست. متنش درست نیست یا به خاطر تقیه. خیلی خوب ما داره همین رو میکنیم دیگه. اینا فرمودید؟ پس شما نگید هر کجا روایت مشکل داره به خاطر سنده. نه، روایت از سند هیچ مشکلی ندارد، منتها متنش مشکل داره. حالا این منشأ اشکالش هر چی بخواد باشه، منشأ اشکالش در جایی که برای تقیه نباشد، خب این محتوا به سند هم زد نمیزنه دیگه. چرا زد بزنه؟ عرض میکنم شما میگید یه تعریفی کردید از صحیح، روایت صحیح کدومه؟ هستن همه روایت امامی عادلن. این سند چه اشکالی داره؟ این سند چه اشکالی داره؟ خدشه بر سند چه وارد میشه؟ روایت صحیح هیچ اشکالی در سند نیست. خیلی خوب، اما متنش مورد قبول نیست. دلیل شما اخصه. من میخوام بگم در یک جایی محتوا به سند هم نمیزنه. بزن یک موردی بیار شما، یک موردی بیار. آقا جان شما یک مورد، آقا جان نشستن و حرف زدن که مهم نیست دیگه. دلیل بیار. شما یه جا روایتی بیار که به خاطر متن ضربه به سند بزند.
بیار، میگم یه مورد شما بیار، گوش بده من دارم چی میگم. شما داری ادعای میکنید بلا دلیل. بیار شما یه موردی بیارید که متن به خاطر مشکل متن ضربه به سند بخوره. شما مثلا میخوای بگی آخرین راوی که ابو نصر بزنطی از امام رضا یه روایتی نقل میکنه، متن روایت با قرآن سازگار نیست. میتونی بگی نستجیر بالله بزنطی مشکل داره؟ اصلا مشکل متن چه ربطی به سند داره؟ خب بگذاریم. این روایت هم خدمتتون از کنم که بیان شد. روایت دیگر که در میارن خدمتتون از کنم دیگه روایت مضطربه. روایت مضطرب، اضطرب یضطرب مضطرب. خبری است که به دو گونه روایت شده است. در یک روایت راوی با واسطه نقل روایت می کند. بله؟ مثلا میگه عمار صاباتی عن البزنطی عن صادق علیه السلام. عمار صاباتی الان با واسطی کی داره نقل میکنه؟ بزنطی. همین راوی همین روایت را جای دیگر بدون واسطه نقل میکنند. خب الان میگیم سند کیه؟ مضطربه. درست شد؟ بالاخره اون حدیثی که با واسطه نقل کرده درسته یا بی واسطه؟ این برای فقیه چی داره؟ اضطراب ایجاد میکنه. اینجا باید بری تحقیق وسیع بکنه که مثلا عمار صاباتی استادی به نام بزنطی داشت یا نداشت. درست شد؟ اگر نداشت همون بیواسطه نقل میکنه مشکلی نخواهد داشت. لذا آدم به چنین روایتی میرسه میگیم روایت از نظر سند چی داره؟ اضطراب داره. یعنی همچون ته دل فقیه نمیشینه، نه تو رد کردنش و نه در قبول کردنش. باید دنبال مؤیدات بگرده تا تکلیف روایت رو مشخص میکنه. مثلا یک روایتی که صحیح السنده متنش با متن این حدیث چیه؟ همخوانه. شما میتونید این حدیث رو مؤید اون حدیث دیگر قرار بدید. الان به این روایت میگه روایت مضطرب. نسخه های خطی مثلا این کاری میکنن که همین میبینن میسنجن که آقا اون اگه یه جایی مثلا این راوی مثلا نبوده به اون روایت نگاه میکنن میذارن سنجاش مثلا این چه اشکالی داره. عرض میکنم ما قرینه نداریم توی مسائل. اینا فرمودید؟ روایت یکیه استاد. عرض میکنم روایت یکیه با سند دیگر، با سند و راوی دیگر باشه اشکال نداره. این روایت رو مؤید اون روایت قرار میده. اما راوی واحد، حدیث واحد، یک سند همین راوی با واسطه است، یکی بی واسطه. خب اونجایی که بی واسطه است لعل واسطه داشت. بله؟ حالا که یکیه استاد؟ چی؟ بله مضمونش یکیه. بس راحت میتونیم نه از میکنم اگه بی واسطه باشد، دقت کردید؟ پس اونی که داره واسطه نقل میکند اساس نداره. شاید بگیم با واسطه بود، پس الان که بی واسطه نقل میکنه چی؟ الان تعارض داد پیدا کردن به ظاهر دیگه. لذا از کردم این روایت
برای فقیه استراب آوره، یعنی با دل آرام نمیتونه به این روایت، باید دنبالشی بگرده، قرائن بگرده، تکلیف این روایت رو مشخص بکنه. آخرین قسم روایت مغلوب با قاف، روایت مغلوب خبری است که در سند یا متن آن احتمال قلب و جابجایی وجود داشته باشد. قلب و جابجایی. مثلا محمد بن الحسین را شیخ صدوق حسین ابن محمد ذکر کرده باشد. بله؟ محمد بن الحسین یا حسین ابن محمد. درست شد؟ اینو میگم قلب شده. بله. آقا میگه علی خواجه یا خواجه علی، چه فرق داره؟ میگه فرق داره. دقت کردید؟ اگر محمد بن الحسین باشد تکلیفش مشخصه، اما حسین ابن محمد باشد نه، برای ما وضعیتش مشخص نیست. پس اگر در سند روایت احتمال قلب و جابجایی بدیم، این روایت رو میگیم روایت مقلوب. یکی چیزم دیگه یاد اومده، اینم تکمیل کن، روایت مصحح استاد، روایت مصحح روایتی است که در عبارت سند آن نقطه یا نقطه هایی جابجا شده باشد، ولی این جابجایی به گونه است که به حدیث ضرری وارد نمی کنند. مثلا ابن مزاحم در برخی نقل‌ها دارد ابن مراحم. آیا منظور چی شد الان؟ تصحیح شده. بله؟ شما گاهی اوقات یه جا مهمانی میرید، یه ببخشید مزاحم شدیم، صاحبخانه به شما برمیگرد نه نقطه رو بردار، مزاحم نقطه رو بردار میشه مراحم. حالا یه روایتی داریم محمد ابن مزاحم، در سند دیگر داریم محمد ابن مراحم. میگه فرق نمیکنه، محمد ابن مزاحم هم توثیق داره، محمد ابن مراحم هم توثیق داره، هر کدوم باشه اشکالی نداره. یعنی جابجایی نقطه ضرری به وثاقت و عدم وثاقت نمیزند. دقت کردید؟ این در حالی است که هر دو صدا باشد یا بله، از کردم دیگه این حذف یک نقطه یا چند نقطه، چون این محمد ابن مزاحم باشد در رجال توثیق شده، محمد ابن مراحم هم باشد بفرمایید توثیق شده است. انشاءالله که مطلب روشنه. یه تذکر پایانی بخشید دکتر شده. بخشید آخر حالای هر چند تا مضمون روایت اینطور وجود داره که اگر هر حدیثی خلاف قرآن باشد پیامبر فرمودن یعنی من نگفتم، یعنی فضربوه علی الجدار. نه
چیزا نگفته، یعنی اصلا من نمیگم یک روایت داره که اصلا نمیگوییم اینجوری روایت. عرض میکنم یا نمیگوییم یا اگر هم از ما نقل کردن فضبوه علن جدار داریم. ما بخواد بگیم انشاءالله فردا میرسیم، ما گاهی اوقات میگیم حدیث اشکال دارد، میگیم چه جور اشکال دارد؟ میگیم یا اشکال سندی دارد یا اشکال متنی داره. دقت کردید؟ افراد وزات دسیسه کار گاهی جا میکنن روایت راویان رو همه آدمای درست میارن، اما یه متنی رو میچسبونن بهش. لذا پیامبر فرمود بعد از من وزاعین و جعالین فراوان دیده میشود. لذا هر حدیثی که به نام من و به اسم من به شما رسیده سریع رو قبول نکنید. پس ما اشکالی که بر حدیث میکنیم یا اشکال سندیه یا اشکال متنیه. پس بنابراین اگر اشکالی تو متن است ضرر به اشکالی در سند، چون نمیتونیم بگیم خدا نسته اون افرادی که سند متهم بکنیم. من نگفتم پیغمبر گفته، من میگم نه من الان چی به شما عرض کردم؟ افراد جائل و وزا میان به نام روات عادل حدیثی رو بفرمایید جعل میکنن. مشکل از اون بندگان خدا نیست، مشکل از این آقایی که این متن رو جعل کرده هست. خب یه تذکر کوچیکم یادداشت بفرمایید. خیلی خوب، ما نگفتیم حرفی ما میگیم درست باشه که شما یک ما الان هم دارم استقامت میکنم، میگم حرف من درسته. کی گفته پیغمبر سند اشکال داره؟ پیغمبر میگه عزیز من کجا داره روایت میگه پیغمبر میگه سند اشکال داره؟ پیغمبر میگه من این روایت رو نگفتم. کی گفته این حرفا؟ شما این تعریفی که شما میفرمایید بگید که کسی قبول کنه که این حرف شما پیغمبر میگه متن روایت که مخالف قرآن باشد من این رو نگفتم. من نگفتم من لم یسلو عنها. ما میگه دیگرانی اومدن اسامی رواتی رو آوردن از این نام و اعتبار استفاده کردن حدیثی رو جعل کردن. پس مشکل از اون روات نیست، مشکل از اون خدمت جعال و کذابی است که این متن حدیث رو با سوء استفاده کردن از روات آمده انجام داده. خب زیاد هم دیگه مباحثه این حدیثی که پیامبر فرمودن اصلا من نگفتم خلاف قرآن. حالا من نگفتم شیخنا، برای آخرین بار دارم میگم، آخرین راوی عادلی گفته بزنتی گفته، روایت نقل از امام رضا، یعنی بزنتی نستجیر بالله دروغ نسبت داده به امام رضا. من میگم نه دیگه، وقتی شما میگین روایت صحیح و سند چی تعریف کردید؟ راویشون امامی عادل باشن. 5 تا راوی داریم همه امامی عادلن، اما روایتی از امام رضا نقل کردن که متنشون با قرآن سازگار نیست. شما میتونید میگید متهم بکنین روات رو که اینا نستجیر بالله جعل روایت کردن؟ نه، جعل این روات نکردن، جعل دیگران انجام دادن. اینا میگم که مقداری دقت بفرمایید. تذکر اون چه که معروف است در این تقسیم سوم 4 تقسیم می باشد: صحیحه، موثقه، حسنه و ضعیف. یعنی بقیه اقسامی که ما گفتیم به یک نحوی می شود داخل در ضعیف کرد. دقت کردید؟ لذا از نظر اعتبار و عدم اعتبار راوی مشهور همون 4 تا میشه: روایت صحیحه، روایت موثقه، روایت حسنه و روایت ضعیف. این تذکر رو هم
یادداشت بفرمایید در گوشه دفترتون که این عنایت هم شد. بعد یه آدم دقیقی به یاد بشه که خب این اقسامی که شما گفتید بله داخل تو ضعیف میشه. بله ما اینا رو گفتیم که اگر گاهی اوقات یک سری عناوینی به گوشتون رسیده دیگه نگید این روایت یعنی چی؟ یعنی داخل در همان روایت ضعیف میشه. تقسیم چهارم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد.